بحثی که مردانه باید با اون روبرو شویم، از اون حالت بازی برایم این است که آیا در حقیقت استقلال را میخواهیم یا نه؟ زیرا استقلال ملی و دولتداری ملی فقط در حالت معنا دارد که ارزش‌های ملی، منفعت‌های ملی و خودی بودن ملت، بقای ملت رو همچون اولویت قبول کنیم. حالا در عوض قیمت شدن ارد به دست می آید، در عوض نمیدونم کم شدن برق به دست می آید، این بحث دوم درجه است. ممکن در این راه کشته شویم حتی. بنابراین همینجا دیلما در همین است که یعنی اگر ارد و روغن، جای کار، امنیت اولویت باشد، در شوروی همش بود، هیچ نیاز به استقلالیت نبود. همه او رو ترک کردیم به خاطری که یعنی ارزش ها رو داشته باشیم. پس از همین دیلما تا وقتی نبرایم استقلالیت فکری به دست نمیآید. از مجموع نگاه هایی که در فضای اطلاعاتی درباره ارزیابی استقلالیت هست، میتوان گفت که ما چند نوع نگاه هم میبینیم که استقلالیت به ما چی داد، ما به چی رسیدیم. چند نوع نگاه میبینیم. یکم نگاه بسیار معمول، نگاه اجتماعی، یعنی به پدیده استقلالیت، نتیجه های اون، دستاوردهای اون یک نگاه اجتماعی میکنند. میگن که پیش از استقلالیت لیمچه ارد این همیقه بود، حاضر ایقه شده است. او وقت معاش به 2 لیمچه ارد میرسید، حالی نمیرسد. مثلا او وقت فرسان تیب پول بود، حاضر ایخید. او وقت جای کار بود، حاضر ایخید. انا با همین این قدر آدم ها خیلی این هم اگه صورتی کلبسه دکترز که چوب میکنه که وات تکیوری می نبینی. خلاصه انا یا که دیروز امی رحمتی گرباچوف مرد، دیدید که چقدر تاجیکی صاحب استقلال او را لعنت کردن که تو سبب فروپاشی شوروی شدی، بجای که خیلی تو سبب استقلال شدی خدا رحمت کند، تو سبب فروپاشی شوروی شدی، یعنی به ما استقلال دادی تو لعنتی. این هم یک پدیده عجیب است، خلاصه عجیب است که تا کجا در ذهنها استقلال هست. خب انا اکنون نگاه اجتماعی چی است؟ یعنی تغییر وضعیتی تا استقلال و بعد از استقلالی را از نظر تغییر وضعیت اجتماعی بها می‌دهند که آیا بهتر شد یا بدتر. بنابراین بسیارش میگه که خلاصه او وقت بهتر بود یا شاید از برای بعضی‌ها خوبتر شد. یعنی نگاه اجتماعی یک نگاه از همه معمول. دوم نگاه دسته دوم نگاه های لیبرالی و ارزشگرا هست. نگاه لیبرالی خیلی است که میگن که من بعد از استقلالیت آزادی ها چقدر شد، حقوق انسان چقدر تامین شد، آزادی وجدان چقدر شد، آزادی سخن چقدر شد، آیا کمتر شد یا بیشتر شد و کدام ارزش ها، مثلا ارزش های ملی زیاد شدن، زبان آزاد شد یا فرهنگ آزاد شد. یعنی اینا بعضی مؤلفا هستن که از دیگاه ارزش ها سندستی نگاه میکنن که همین استقلالیت چی تغییر آورد. بیشتر در زیاییان این چیز معمول است و اینجا دو بخش است. بسیار کسایی که در جامعه شهروندی فعالیت میکنن و بیشتر به نظرهای لیبرالی نزدیکند، بهای منفی میتن که مثلا پیشتر ایخی بود، حقوق خیلی شد یا آزادی قدر بودی قدر شد. ولی بسیار جایایی که باز نگاه های ملی ارزشی دارن، میگن که من زبان آزاد شد، فرهنگ آزاد شد، من ایدهای ملی آزاد شد. استقلال همچون یک پدیده ارزشی نگاه میکن. سوم یک نگاه بسیار معمول است که نگاه گئوسیاسی و گئوپلیتیکی که استقلال را همیشه در متن گئوپلیتیک بها میتن و میگن که این چیزی نسبی است. کجا ما استقلالیم، هنوز هم مثلا
به روسیه و به چین و به امریکا و اینجا وابسته است و اونجا وابسته است. یعنی یک نگاهی نسبیت به استقلال هست و در بسیار مؤلفه میبینیم که مثلا من خودم میگم چه استقلال نویسن در از اروپا و آسیا و اینجا و در زیرش می‌نویسن که کجا استقلال است، حالی هم مکتب روسی کشاده دیروز. اینا یعنی نگاهی ژئوپلیتیکی خیلی هست. این سیوم نوع نگاه. من اونها را نمیگم کدامش خوب و بد، من گفته هستم که در فضا دیده میشه همینا. چهارم یک نگاه بسیار معمول است، نگاه خودمحوری. بسیار آدم‌ها، گروه‌ها خودشون را در مرکز قرار میتن و میگن که مثلا استقلال به من چی داره؟ میگن من یا صاحب دولت شدن ما نشدیم، چی در کار استقلال؟ من صاحب منصب شد من نشدم، چی در کار؟ یا فلان گروه ثروتمند شد ما نشدیم. یعنی از نگاهی خود، اگر استقلال خودی او را ثروتمند یا صاحب منصب میکرد خوب، اگر استقلال خودی را به جای نرسون بد. یعنی نگاه خودمحوری هست، خود را اساس قرار داده وضعیت را برمیکشه. و پنجم یک نگاهی نهادگرایانه، یعنی اینستیتوسیونالیستی، یعنی اینستیتوت به معنای نهاد. نگاه نهادگرایانه به این معنی که یعنی ما اگر همچون متخصص، همچون شخص آگاه سیاسی، همچون کسی که روند تاریخی و دولت خوب میداند نگاه کنیم که ما همچون دولت، همچون ملت به کجا رسیدیم و اگر یک بار استقلالیت از این نظر نهادگرایی نگاه کنیم و خصوصا همین دیدگاه دولت محور، یک پرینسیپش این است که به پدیده از نگاه رشد نهادها، مثلا ما میگیم که در همین 13 ساله استقلالیت چی چیزهای ما به دست آوردیم همچون دولت که اون ارزش ستایش داره، ارزش حمایت دارد و ارزش تبلیغ و دستگیری دارد. این نگاه دیگری موجوده. خب همه این نگاه ها واقعیت جامعه را انعکاس میکنن، یک طرفی مسئله رو نگاه میکنن، نشان میتین. ولی بینید مسئله اساسی، بحثی که مردانه باید با اون روبرو شویم، از ما حالت بازی برایم این است که آیا در حقیقت استقلال رو میخواهیم یا نه؟ زیرا استقلال ملی و دولتداری ملی فقط در حالت معنا دارد که ارزش‌های ملی، منفعت‌های ملی و خودی بودن ملت، بقای ملت رو همچون اولویت قبول کنیم. حالا در عوض قیمت شدن ارد به دست می آید، در عوض نمیدونم کم شدن برق به دست می آید. این بحث دوم درجه است، ممکن در این راه کشته شویم حتی. بنابراین همینجا دیلما در همین است که یعنی اگر ارد و روغن، جای کار، امنیت اولویت باشد، در شوروی همش بود، هیچ نیاز به استقلالیت نبود. همه او را ترک کردیم به خاطری که یعنی ارزش ها را داشته باشیم. پس از همین دیلما تا وقتی نبرایم استقلالیت فکری به دست نمی آید. لاف استقلالیت زده برای ارد شوروی گریه کردن، برای کلبسه شوروی تا هنوز گریه کردن، لاف استقلال زده. همین حالت ممکن نسل‌های بعدی میبرن از این، ولی ما بسیار آدمی داریم هنوز که در همین بین ماندن، اما استقلالیت در همین خیلی قربانی میطلبد. ولی یک دوره همه دولت هایی که استقلالیت یافتن یک مرحله بحرانی شدید از سر گذراندن. همین هندوستان بعد رفتن بریتانیا به بحران دچار شد که 40 سال 50 سال دوام کرد، چون همه چیز از بریتانیا بود یکی برداشته شد. همین دولت های پس از شوروی هم همین خیلی، یعنی این بحرانی شدید
هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم اخلاقی، هم ارزشی، خاص دوره پس از استقلالی یا پس از استعماری، خاص دوره پس از استعماری است که همین دولت ها باید گذرونند. چون که نه تنها تغییرات سیاسی شد، بلکه بافت اجتماعی، بافت اقتصادی، ارزش های اجتماعی کلا تغییر می‌یابد. از این رو همون گفتن که باید مردانه اقرار کنیم که اگر مقصد دولت ملی حفظ ملت، حفظ ارزش ها، بقای ملت نباشد، مقصد باقی ماندن هم چون تاجیک نباشد، مقصد حفظ همین زبان و فرهنگ و ارزش ها نباشد و مقصد فقط همون شرایط اجتماعی باشد، هر دولتی بزرگ تیار ما را بگیره یک ولایت کنه، خروند پوشاند. انا همیشه اسمه. اما بنابراین کسی که استقلال فکری دارد، اول همی ارزش‌های دولت ملی، فرهنگ ملی، ارزش‌های ملی، منفعت ملی را اول میگذارد و اون شرایط اجتماعی لازمی را ما در دایره انمی چیا باید تامین کنیم، نه در عوض این چیا. امین معمای اساسی است که ما باید به مرحله استقلال فکری گذاریم.